قرار داریم در دانشگاه دولتی خوجنگ به نام اکادمیک بابجان غفورов دانشجویان در مرحله انتخاب سپاری قرار دارند و هر یکی آنها عصبانی هستند و سرتشویش میباشند و ما میخواهیم که با طریق نامه ها روی آنها را بریده کرده باشیم. حالا نامه ها را به آنها میدهیم و تأثیر آنها را میبینیم. رفتیم.